هلو گایز، خیلی خوش اومدید به کانال ممدتون. امروز روز 10 چالش کسب درآمد از یوتیوب توی 90 روز با ممداست. روز 10 چالش. برای کانال فارسی تصمیم گرفتم که بیام استریم بکنم. چرا؟ چون دیدم من فیلم میبینم، بازی میکنم، ساعتم هم تو بازی بد نیست. راست برادرزاده من 5 سالشه، اونم میگه ساعتم بد نیست. ادعا نیست، میخواین هر بازی که ادعا دارین یه دور بشینیم با هم بازی بکنیم ببینیم بلوف نمیزنه. اصلا بیام یه قرار با هم بذاریم. از این به بعد ساعت 10 شب تو کانال ممدا سعی میکنم هر شب لایو گیم بذاریم با هم. یه بزرگی میگفت ما تو زمین خودمون رو نشون میدیم. بریم ببینیم تا الان چیکارا کردیم. خب اینم کانال ممداتوب که همین کانال باشه. تا الان ببینیم چند تا ویدیو درست کردیم. آره 3 تا ویدیو لاین گذاشتم. این ویدیو رو خیلی دوست داشتم. تا الان 10 تا ویو خورده. ویدیو اولم 18 تا ویو خورده. ویدیو لاین هم 2 تا کامنت. ای والله میگم این کانال رو دوست دارم چون خدایی خیلی مرا معرفت دارین، دنبال میکنین. بعد اینجا هم 2 تا شورت که گذاشتم 1100 تا، یکی هم 1083. لایو هم یه 2-3 تا گذاشتم. مثلا شب یه لایو گذاشتم ولی اصلا مخاطب نداشتم. لایو هنوز یاد نگرفتم ولی قطعا پیشرفت خواهم کرد که یعنی باید احتمالاً مثلا توی کیک یا شاید حتی آپارات و همزمان 2 تا لایو بذارم که مخاطب به دست بیاره، چون من از بیس گیمر بودم. ببینم میتونم این کاری بکنم. خب بریم تو آنالیز هم نگاه بکنیم. آره 5 ساعت و نیم پر کرده با این ویدیوهایی که گذاشتم. اون کانال 6 ساعت خورده بود، این 5 ساعت و نیم. 2.3 ویو و 11 نفر سابسکرایب، 11 تا مشتی. دیگه اوضاع خوبه خدا رو شکر. من راضیم. اینم که اینجا میبینی داره درس میخونه دتر من. یه بای بای میکنی با بچه‌ها دیگه. فعلا همین. خب بچه‌ها این کانال انگلیسیمه. شورت دومم آپلود کردم. بله تا حالا 2 تا شورت داشتم. آره تا الان 6 ساعت و 6.8 ساعت نمیدونم مطمئن نیستم پر کرده. 1141 ویو خورده. قبلی 1100 تا ویو خورده بود. بعد خوبه دیگه. فعلا داریم ادامه میدیم دیگه ببینیم چی میشه. تعارف نزدم بفهم. نمیشه هنوز تکنولوژی به اون حد نرسیده. بیمزی گو. خب این بود آمار این دفعه ویدیوها و خب مقدار کسب درآمدی که کردیم تا این لحظه که منفی بوده. اوکی پس تا این لحظه به این نتیجه رسیدم که یه کانال انگلیسی دیگه درست بکنم. اون کانال نمیتونم اسمش بگم، اونو ازش راضیم. البته با 2 تا ویدیو گذاشتم. میدونم دارم کم فعالیت میکنم چون نمیدونم چی شده که فوکوسم روی کانال فارسی یه ذره بیشتر شده. البته میدونم چی شده. معرفت شما خیلی تاثیر داشته یا میبینم تعداد بازدیدا و اینا خوبه، اما توی این اوضاع بدی که هست خب هممون میدونیم که الان واقعا تو اوضاع خوبی نیستیم. راجع به الان هم نیست، خیلی وقت تو اوضاع خوبی نیستیم. قیمت دلار و سکه و اینا رو خودتون همتون میدونید. منم صرفا به خاطر قولی که به خودم و چند تا همون شاید اصلا 2 نفر فالووری که دارم، سابسکرایبر اون 2 نفر سابسکرایبری که قول دادم که آقا این مسیر رو با هم بریم و ببینیم میشه یا نه، صرفا به خاطر عمل کردن به قولم دارم این کارا ادامه میدم، چون همیشه دوست داشتم مثل هنرمند زندگی بکنم. شاید 1000 نفر بگن این یعنی هنر. داداش این کجاش هنره؟ چه میدونم. اون کاری که احساس میکنم بهتره رو انجام میدم. خب دیگه جونم براتون بگه که یه دونه کانال فارسی و یه دونه کانال انگلیسی فکر نکنم به اون نتیجه که میخوایم برسه. خب منم پیش خودم دیدم که خب من جانور شناسی میدونم، انیمیشن سازی بلدم، ارزم به حضورتون یه ذره آواز میخونم. آوازمو فعلا یه ایده‌ای که داشتم، یه کانال رو میخواستم مثلا انگیزشی طور درست کنم، یه داستان بین 2 نفر که مثلا یکی کار اشتباه انجام میده اون یکی میاد بهش بیا کار درست رو انجام بده و اینا. اونو مثلا داشتم موزیکال پیش میبردم. اتفاقا 1-2 تا ویدیو هم درست کردم اما آپلود نکردم. میدونین چرا؟ چون این کانال انگلیسیه که الان دیدین 2 تا شورت گذاشتم و اینا،
این خیلی زمان میبره. البته این کانال خودم هم واقعا دارم شب و روز واسش وقت میذارم. شب و روز که آره دارم میذارم دیگه. مثلا یه برنامه کاری واسه خودم درست کردم، اینا مثلا کاری که باید انجام بدم چون معلوم نیست. معلوم. مثلا اینا رو باید دونه دونه تیک بزنم، چرا نشون نمیدی؟ حالا این کارایی میکنم دیگه، خروجیشو خواهید دید. بعد یه ذره می‌خواستم صحبت دلی بکنم. ببینید من هیچ موقع هیچ اسکریپتی، هیچ متنی ندارم که مثلا از رو اون بخونم بیام با مخاطب، یعنی شما صحبت بکنم. همه اون چیزایی که اون لحظه به ذهنم میرسه، لازمه رو احساس میکنم و میام میگم. ولی میخوام بذار الان با هم دلی صحبت بکنیم. ببین کلی کانال یوتیوب هست این لحظه که داره یاد میده که چجوری تو یوتیوب فعالیت بکنید و من کانالی هستم که دارم خودم این کار رو انجام میدم و ریز ریز کارهامو دارم به شما میگم و شما میتونید از اینا نمونه بردارید. از همه اینا مهمتر این که ببینید اصلا آیا این راه شدنیه، چه مقدار فعالیت باید انجام بدیم، چی کار باید بکنیم. ببین مثلا محمد، یعنی من میتونم نوازندگی انجام بدم، میتونم آواز بخونم، ولی از هیچ کدومش این لحظه استفاده نمیتونم بکنم توی این کانالم، چون آهنگ منحصر به فرد خودم هنوز ننوشتم که احساس بکنم جذابیت داشته باشه. ایده ای اگر دارید که بتونه بهم کمک بکنه تو کامنت ها بگیم بهم. ببینید این گفتن شما به من نیست، شما قراره هر کسی که این کانال رو میبینه به اون هم کمک بکنیم. اگه ما هوای همدیگر رو نداشته باشیم، به هم یاد ندیم، کی قراره به ما یاد بده پس اصلا روی صحبتم این لحظه با کساییه که ویدیوهای منو میبینن ولی مثلا کانالشون مانیتایز شده. شما بیا با من پیشنهاد بده، بگو محمد تو این پتانسیل رو داری، این ویژگی رو داری، مثلا گیم کار میکنی، هوش مصنوعی ویدیو درست میکنی و اینجور چیزها، بیا این پیشنهاد با من بده. چرا؟ چون من از مسیر تو استفاده میکنم و اون جمله تو رو دوباره میام یه ویدیو درست میکنم که مسیر رو برای نفر بعدی شفافتر بکنه. باید توی این اوضاع بد که داریم سعی میکنیم یه جوری دلاری کسب درآمد بکنیم که نمیدونیم مثلا میشه یا نمیشه، هوای همدیگه رو داشته باشیم دیگه. نمیدونم، این دلیه، اصلا هیچ اجباری وجود نداره. همین. خلاصه بچه‌ها کامنت بذارین براتون. کامنتاتون هم به من خیلی انرژی میده، هم به چند نفر دیگه‌ای که شاید بخوان این مسیر رو طی بکنن کمک میکنه و اینکه دوست دارم رفیق پیدا بکنم. آره شما رفیقای منی، ولی اینکه میایین سوسکی نگاه میکنین میرین، دوست دارم با هم حرف بزنیم، چرا نمیایین؟ راستی شاید یه سری آموزش‌های هوش مصنوعی طورم بیام درست بکنم و احتمالاً یه کانال تلگرام هم بزنم که اونجا بیشتر راحت بتونیم با هم صحبت بکنیم. احتمالاً گروه تلگرامی بزنم که گپ و گفت توش باشه و اونجا بیام مثلا یه سری آموزش‌های هوش مصنوعی میدم. اونجا میتونیم بیشتر با هم ارتباط بگیریم اگر فضای یوتیوب و اینا رو مثلا خیلی راحت نیستیم. واسه این کانال دومیه و فعلا همین دیگه. به امید این که یک روزی توی این کشور احساس راحتی داشته باشیم و احساس زندگی کردن رو با تمام وجود حس بکنیم. فعلا خداحافظ.